بسم الله الرحمن الرحیم. زوجینی که با ناباروری مراجعه میکنن، در ابتدا دکتر یک تعداد آزمایشات نزد خانم و آقا هست که اونا توصیه میکنه، ولی معمولا آقایان در مقابل انجام آزمایش یک خورده مقاومت نشون میدن. خانم ما بررسی میکنه، میبینیم که رحم مناسبه داره، وضعیت تخمدان ها خوبه، فالوپیان توی پای خانم بازه، ولی بازم میبینیم حامله نمیشه. اینجا میخواستم برای زوجین دوباره هم یک تذکر بدم که بعضی از مشکلات ناباروری ممکنه مربوط به آقا باشه و آقا با انجام آزمایش مشخص میشه که مشکل در کدام قسمت هست. ممکنه که تعداد اسپرم کم باشه یا شکل و یا حرکت اسپرم ها مشکل داشته باشه. بنابراین با انجام یک آزمایش ما خیلی به راحتی میتونیم به این زوجین کمک کنیم و با تغییر سبک زندگی او آقا و دادن یک سلسله یک تعداد از دواها ممکنه که مشکل از اینا حل بشه. امروز آمدیم یک نمونه اسپرم زیر میکروسکوپ با هم نگاه کنیم. این اسپرمایی که حرکت خوبی داره، اینا بهترین اسپرمه که این نمونه های اینجا به شما نشون میدم. اسپرمایی که اینجا اینا غیر متحرکه، یه اسپرم اصلا هیچ حرکت نداره. اسپرم دیگر که میبینیم این اسپرم هم حرکت درجا میزنه، یعنی که از این اسپرما هیچ استفاده در باروری نمیشه. اینجا یک نمونه اسپرم دیگه هم برای شما نشون میدم که بدون گردن، فقط سر داره و حرکت هم نداره. خب مسلما این آقا با گرفتن نسخه دوایی و تغییر سبک زندگی انشالله تعداد اسپرمای بهتر با حرکت مناسب و شکل نرمال خواهد داشت.